درود دوستان، این یه دونه خشاب 28 تایی فیکس ایمپکت، هم MK2 هم M3 از این خشاب تغذیه میکنن. خشاب خیلی خوبیه، پر کردنش خیلی آسونه. مهمترین مزیتش اینه که 28 تا شما جا داره، یعنی مثلا برای شکارچی ها خیلی حائز اهمیت. 28 تا شلیک خیلی جالبه. فقط یه مشکلی که داره، چون خود شرکت افیکس سیاست کارش همیشه حد اکثر بهره وری اقتصادیه، برای اینکه خود خشاب ارزونتر پاش در بیاد اومده کل خشابو یه دست از پلاستیک ساخته. یه مشکلی که داره بالاخره خیلی پیش میاد تو حمل و نقل، هر اتفاق بیفته از دستتون این بیفته یا کسی روش پا بذاره، به هر دلیلی آسیب ببینه، خیلی راحت آسیب میبینه و وقتی که پرش میکنین سنگین میشه که میخوره زمین، یه بار بخوره زمین دیگه کلا خشاب خراب میشه. زیاد برای بچه‌ها پیش اومده. متاسفانه الان که قیمتش با دلار 45000 تومان نمیدونن، هولوش 3 تومن بود قبلا که آمار گرفتم. 3 میلیون قیمتشه. یه بار از دستتون بیفته زمین دیگه نداریم. دیگه ما با یکی از دوستان اومدیم سعی کردیم خشاب ایباشو بگیریم و نمونهشو بسازیم. فرقی که میکنه برخلاف این که بدنش پلاستیکی خیلی شکننده است، از آلومینیوم HTC شیشه دار استفاده شده، بسیار محکمه. یعنی شما بخواید تو در دیوار هم بزنید مشکلی پیش نمیاد، نمیشکنه. بعد یه خوبی دیگه هم که داره، مزیت دیگه هم که داره، چون نقشه برداری و الگو برداری از این خشاب استفاده شده، شما میتونید به عنوان یدک لوازم خشاب اصلی هم ازش استفاده کنید. یعنی شما میتونید این مثلا تلق شیشه تمام قطعاتش رو از خشاب اصلی بردارید بذارید روی خشاب فلزی آلومینیومیه. بعد افات وزنش البته زیاد نیست، مثلا این تازان بیارم. خب خشاب اصلیش وزن کنیم ببینیم چقدره. الان ساچمه داخلش نیستا. 54 گرمه، کاملا پلاستیکی. خشاب آلومینیومی فلزی 84 گرمه، میشه 30 گرم. این با اینکه تمام فلزیه و تو دست که میگیرم خدای من چیزی احساس نمیکنه. یه ذره شاید بتونه احساس کنی که این سنگین تره. در کل علاوه وزن تقریبا یکیه، بسیار مقاوم تر. یه مزیت دیگه هم که داره، یه سری نقصا کوچیک تو این خشاب اصلی بوده که برطرف شده. علاوه بر این یه مشکلی اصلی که خشاب اصلی افیکس داشت، اصلا برای اونایی که اسلاگای بلند 34 گرم و 30 گرم اینا شلیک میکنن، چون این نوک اسلاگه به بدنه میگرفت، درست این چرخش انجام نمیشد. خیلی مورد بود که گیر میکرد و شلیک خالی انجام میشد. ما اینو اومدیم یه چند دهم اینو عمقشو بیشتر گرفتیم، این نقص هم حل کردیم، روونتر هم حرکت میکنه، خشاب گذاری هم آسونتر، چون یه فیلتا ریز اینجا شما مشاهده نمیکنید انجام شده که خیلی راحت‌تر ساچمه اسلاگ توش قرار میگیره. حالا اصلا این فعلا نبود دیگه، تعداد زیاد بود که به سفارش دوستان بود که بهشون تحویل دادیم. فقط همین دوتا مونده بود. گفتم تا این دوتا رد نکردم یه ویدیو بذارم در موردش صحبت کنم و تا یادم نرفته اینم بذارم کنار. این برای کالیبر 5.5 طراحی شده، همون 22 یا 5.5 28 تاییه و اگه که کسی کالیبر خاص داشته باشه مثل 4.5 یا 6.35 یا هر کالیبر دیگه میتونه سفارش بده. فقط این چی بهش میگن مغزی رو براش بسازیم، یعنی هم خشاب بدنه همینه، شما فقط با عوض کردن این مغزی میتونید کالیبر خشابتون تغییر کنید و نخواهید هزینه خشاب کامل رو دست خودتون بذارید.